اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز برنامه های ما، یکایک شمایان را به برنامه ترازوی عمل خوش آمدید میگویم. برنامه‌ای که اویدی مهمترین مسائل جامعه که باید اصلاح شود صحبت میکند. خیلی خوشحال از آن هستیم که اگرچه عددی کم باشد هم تعداد همراهی ما هستید، تعدادی که از رساله و نامه هایتان به بنده الکی می توانیم بگوییم که روزی می رسد که یکایک شما سهم خود را در اسلام جامعه خواهید گذاشت و این برنامه هایی که الان رفته ایستاده است میوه و ثمره‌اش را یک روز خواهد داد، ولی باید به پروردگار یگانه اعتماد کرد و هر روز یک قدم به پیش نهاد. امروز موضوعی که بنده برای شما انتخاب کردم و موضوعی که میخوام همراه شما صحبت کنم، موضوع انتظاری ها یا چی باید انتظار شد از ملاهایی که ما اساساً علما و شخصان دیندار رو در تاجیکستان ملا میگویند، از دین ببخشید از سیاست خیلی خیلی دور هستند و عموما نمیخواهند با این سیاست صحبت کنند یا داخل سیاست شوند و این چنین چه انتظاری می توانیم داشته باشیم از نفرانی که در کرسی هستند، سیاستمدار هستند، حکم در دستشان هست اما بیدین هستند. چیزی از دین در حیات آنها دیده نمی شود و جز در سر قبر یک دعا دادن یا یکی اگر خواستن به حج رفتن و زیارت کردن، دیگر هیچ چیز نه در گفتارشان، نه در رفتارشان، نه لباسشان، نه حیاتشان شما از دین دیده نمی توانید که همان دو کلمه نکاح و یک دعای جنازه، دیگر چیزی از دین در حیات آنها نیست. مردمی که اساساً بالای آنها سیاستمداران حکم میکنند و اساساً با نصیحت علما، با نصیحت ملاها خیلی خیلی نیاز دارند و در بسیاری از مشاکل زندگی خود نزد ملا و نزد علما می روند. وقتی اون یکی کاملا به سیاست کاری ندارد و این دیگری کاملا از دین بهره نگرفته است، بالای این مردم چه بلایی می تواند بیاید و این گونه جامعه تا چه اندازه می تواند جامعه اصلاح شده، جامعه که اندرونش ظلم نباشد و ستم نباشد. اکنون وقتی به همین موضوع نگاه میکنیم، موضوعی که علمای دور از سیاست، میبینید که جمله‌ای که ملا را به سیاست چی مانده است. جای ملا منبر و محراب است. جای ملا ببخشید سر دسترخوان نکاحی الکی پیوست یا عقد شده که در زکس الکی نکاح می شود آنجا هست و یا یک فاتحه دادن در بالای سر میت است. او را به کرسی چی مانده است؟ او را درباره سیاست و این چنین صحبت کردن درباره مردهایی در سیاست بوده چی مانده است؟ این رو خیلی میشنویم و این چنین اگر یکی و حتی یک معلم عادی معاشش 1000 سامانه باشد، اهل قرآن باشد یا اینکه با سطر اسلامی باشد یا اینکه در مکتب نمازخوان میگویند اگر تو نمازخوان هستی یا میگویی که من قرآن میخوانم، بیرا بی خلیفگی کن، بی آتونی کن، سر دسترخوان سه شنبه و چهارشنبه و مشکل کشا و مولد خانی بنشین. تو را در مکتب و مدارس چیکار؟ تو را در جامعه در اصلاح داخل دانشگاه ها چیکار؟ این رو خیلی میشنویم این جمله ها رو که ملا از پی ملاگیه شود، سیاست را به دست سیاستمداران بدهید. اینها هر دو مثل آب و آتشند گویا و هرگز یک ملای نمیتواند سر کرسی بنشیند و این چنین سیاستمداری را با سیما و با گفتار مسلمانی تقریبا پیدا نمیکنید و حتی بر علیه اسلام و بر علیه مسلمان ها سیاستمدارانی که در خود تاجیکستان گام میزنند کم نیستند که اگر از روی شرعی
از روی اسلام حقیقی آنها رو حکم کرد، آنها رو مسلمان گفته نمی شود. نباید یگان ملای حتی جنازه آنها رو بخواند. اکنون بیایید ببینیم که این از کجا آمد. از کجا آمد این که میگویند تو سطح داری و اهل قرآن هستی، تو نباید معلمه دانشگاه باشی یا یک برنامه تلویزیونی داشته باشی یا اینکه یک زنی صاحب کار باشی، حتما باید با لباس اروپایی با آن به گفت خودشان سیمای معاصر زمانوی نیملوچ برآمده تو دخترها رو یا اینکه دیگر نسل رو تربیت کنی. و این چونین هر یک نفری که میگوید من دانش دینی هم دارم، دانش دنیوی هم دارم، حقوق شریعت رو خواندم، حقوق دنیوی رو هم خواندم، او رو نمیگذارند که فعالیت کند. میگن یا باید ملا باشی یا باید این طرف یا این طرف یا این طرف. از کجا این فکر آمد و چرا حتی در از دهان خود بعضی از نفرانی که میگویند ما رجال دین یا مردهای دیندار هستیم یا گفتیم علما هستیم و ملا هستیم، این سخن رو شنیده می شود که سیاست رو به حالش بمانید، کار ما سیاست نیست، مویان از پی روحانیت خود هستیم، مویان از پی کار دیگری خود هستیم، راه آنها دیگر است، راه ما دیگر است. خواهش میکنم و اینها پیوست نشوید به گروه های سیاسی هستن، کار نداشته باشید، آنها گمراهتان میکنن. این ما هستیم که هدایتگر شما هستیم که فقط با دو سه قصه ها میتوانیم شما رو بگریانیم، با دو سه حدیث هایی که حالا سندش معلوم نیست برای شما حکم بگویم. اکنون اینها از کجا آمدن، چرا آمدن؟ اگر به تمام دولت هایی که امروز دولت های علمانی هستند یا اینکه کاملا بیدین هستند و حکومتشان را و حکمشان را از روی قانون های مردمی پیش میبرند نگاه کنید، انا همین فکر جاری هست. و پس از پاش خوردن خلافت عثمانی، گفتیم از سال 1924 تمام غیر مسلمان ها، چه یهود باشد، چه بت پرست باشد، چه نصرانی باشد، چه کمونیست باشد، چه سکولار و دیگرهایش باشد، میبینید که اینها با هم همین فکر را در ذهن مسلمان ها جای کردنی هستند که شما هم مثل مسیحی ها باشید. چگونه که دین مسیح داخل کلیسا هست و مسیح آیین خودش را دارد، پادشاه آیین خودش را دارد، این حکمش در داخل کلیسا هست، این حکمش بیرون از کلیسا هست، شما هم مسلمان ها این گونه زندگی کنید. شما دینتون باید در دلتون باشد، در مسجدتون باشد، دینتون رو در دولتتون، در جامعهتون پهن کنید. همه با دین خودش در داخل خودش زندگیش رو کردن گیرد. مسلمان ها از پی دین و سیاست رو یکجا کردن نشوید. این فکر رو تمام غیر مسلمان ها از پی رایج دادن هستند. ای وای که بعضی مسلمان ها هم به دام این فریب افتیدن و خیلی زیاد پیدا کرده. می توانید کتاب هایی که از فضل الرحمن شروع کرده تا علی عبدالرازق و با دیگرهایش عبدهو و دیگر اینها پیدا کنید، جمال الدین و افغانی و که در کتاب هایشان میگویند شریعت اسلام شریعت روحانی هست، برای تربیه روح آمده است، جسم و سیاست کار دیگرها هست که این رو با این شریعت کار ندارد. گویا شریعت رابطه بدین ندارد. این رو یعنی این فکر رو دشمنان اسلام در داخل بعضی از مسلمان ها هم جاری کردن که امروز میبینید هر طایفه مسلمانی که میگوید دین داخل مسجد نیست، دین فقط سر دسترخوان نیست، دین فقط نآمد که درباره قبر صحبت کند، دین فقط نآمد که نماز جنازه بخواند، دین فقط نآمد که فقط ختنه از آن باشد. دین دولت است. مسلمان ها با دولت خود پیش قدم بودند. مسلمان ها توانستند 1300 سال در روی زمین دولت مسلمانی خودشان را داشته باشند که دیگر کشورهای مسیحی و غیر مسلمان به داد آمده بود. دیگر اسرائیل گفتگی دولت وجود نداشت. دیگر هیچ مارکس لنین نمیتوانست مسلمان ها را تحقیر کند و زیر شلاق داخل زندان کند و چیزی دیگر کند. انا هر مسلمانی که برآمده از این سخن میکند، خود مسلمان های از داخل که من میگویم اینها دست پرورده غرب و غیر مسلمان ها هستند، میگوین انا این را ببینیم بدعتکار دیگر را که امروز برآمده از سیاست میگوید. و حتی عزیزان من از حیات خودم یک مثال زنده هستم که کم نیستم، خواه با کنایه.
خواه صراحتاً، خواه دوستان صاحب علم باشند، خواه نفرانی که میگویند من ناصح و امین هستم فقط به شما نصیحت میکنم، میگویند که شما یک کانالی خود را داشته باشید. مثل دیگر برادرانی که دعوت میکنند شما کاملا با پیام کرد نداشته باشید. آخر اینها یک گروه سیاسی هستند، مخالف هستند. شما رو با اینها چی کار؟ شما آدم دیندار هستید، علم شما هدر میشود. یعنی علم یک آدم علمدار وقتی که فقط از قصه میگوید و از دو سه سخنهای احساسی میگوید هدر نمیشده است. برای آن که وقتی ببخشید 300,000 و چند صد هزار سابسکرایب یا خود تدپیسچیک جمع میکند، اما یک نفری که اسلامی حقیقی رو میگوید اگرچه با پیروی 1000 کس یا 100 کس یا 200 کس باشد، این اینجا بیچاره بوده است و آن اونجا یک نفری پیروز شده. اما باید حقیقت رو نگاه کرد. اسلام هرگز فقط با در داخل دین داشتن و داخل مسجد پیش نرفته بود. هرگز. مسلمان ها هم تا زمانی که دولت دارند آنها قدرت دارند و سر بلند دارند. تا زمانی که دولت را به دست یک چند فساق دادند، به دست یک چند نفر که می نشینند هر چیزی که بر مصلحت خودشان است امروز قانون میکنند، فردا میبینند که این بر مصلحت خودشان نیست قانونی دیگر میکنند و مردم را مجبور میکنند. به دست اینها وقتی که مسلمان ها دولت و کرسی را داد، دیگر میبینید که گروه در خارج مهاجری بیچاره هست، گروه در داخل زندان هست، گروه دیگر هم هست که ببخشید همچون غلام دست همان دوست قانون نویس ها. آنها چی نگویند؟ میگوید آره از شریعت برایتون فتوا پیدا میکنیم. اما ببینید که این همه سال اونهایی و تماما زبانی پر بخشید دهانی پر میگوید مسلمان رو به دولت و سیاست چیکار؟ مسلمان برود نمازش رو بخواند. آخر چرا نمیتوانیم یک بار به تاریخ نگاه کنیم؟ شما بگذارید پیامبر صلی الله علیه و سلم را حضرت موسی آمدن، مبارزهشون با فرعون بود. فرعون پادشاه زمانی که حتی انا ربکم الاعلی گفته بود من پروردگار شما. حضرت عیسی دست کی کشته بودن؟ حضرت عیسی خود مسیحی ها که دین خود را تغییر دادن گمان میکنند که عیسی فقط داخل دین عیسی داخل کلیسا هست. یک بار باید ببینند که عیسی از دست کی کشته شد. در شریعت ما که عیسی کشته نشده است بلکه بر رفع الله الیه پروردگار به نزد خود برآورده است، اما سبب بالا بر آمدن عیسی و به صلیب کشیدن نفری که تشبیه عیسی می شود سبب چی بود؟ امپراتور آن زمان، امپراتور روم آن زمان عیسی رو که این به دولت من خطر دارد و خدا بودن مرا این کار میکند گفت و او حکم کرده بود که این رو به صلیب زده شود. یعنی پیامبران آمدن نه این که به مردم بگویند که در کنج خانه خود شما نمازتان را خوانید، دین شما در قلب شما هست، بالای سر شما کی خواهد حکم کند. و ما میدانیم که قوت در دست کسی هست که سیاست دارد، نه اینکه زبانی تیز دارد یا نه اینکه تقوای کامل دارد. این طبیعت دنیا هست، طبیعت ساخت جهان این است که قوت در دست کسی که سیاست دارد. سیاست نداری تو هیچ چیز است، تو هیچ کار کردن نمیتوانی. اگرچه عالم باشی، اگرچه اینقدر صاحب هیبت باشی در نزد مردم، یک نفر در بالایت شاید یک پسر بچه 21 ساله به سر تو سلاح مینهد و میگوید چی خواهم آن رو میکنی که تو مجبور هستی. یعنی الان زمانه شد. پس امروز اینها میگویند نه مسلمان ها، من از آنهایی که مسلمان نیستند یا با نام مسلمان هستند و در قلب کاملا دشمنی اسلام دارند هیچ چیزی برای آنها شکایت ندارم. اما علامه آور از این است که مسلمان ها، آنهایی که میگویند ما مسلمانیم، ما مرد دین هستیم، ما ملا هستیم، ما هدف داریم که به مردممون کمک کنیم، اینها میگویند که ما به سیاست کاری نداریم و اهل اسلام اگر به سیاست کاردار باشند یا بدعتچی هستند یا اینها گمراه کننده مردم هستند یا اینها میخواهند جامعه را نابود کنند. اما ببینید که نابودی جامعه را ما امروز دیده ایستاده. ما امروز دیده ایستادیم که چگونه به دست یک چند فسوقی که از حلال و حرام خبر ندارند، نه ترس از مال یتیم دارند و نه ترس از مال بیوزن، نه ترس از دعای مظلوم دارند و نه ترس از دعای مادر پیر، میبینیم که به سر مردم چه آورده ایستاده است. چقدر عزیزان ما، شریفان ما، صاحبان علم ما نابود هستند و خوار و بیچاره هستند. یعنی اینجا جای شکایت از اهل دین است. بیاید ما به تاریخ نگاه کنیم، به تاریخ نگاه کنیم که آیا پیامبر فقط داخل مسجد بودن؟ آیا صحابگان فقط داخل مسجد بودن؟ این همه کشورهای مسلمانی
از خلافت راشدین تا اموی و تا عباسی و تا ایوبی و تا فاطمی و تا عثمانی، این همه خلافت ها آیا فقط به دست نفرانی بود که اینها گفتن این در جایش ما در سیاست خود هستیم، هر روز چی خواستیم ما قانون میکنیم، هر سال که خواستیم ما کانستیتوسیا رو دیگر میکنیم و پیشروی خودمون نگاه کرده به مصلحت خودمون نگاه کرده کار میکنیم، عالما باید در داخلشون باشن. حتی اونهایی که از مذهب حنفی این گونه میگویند ما پیروان امام اعظم هستیم و ما هرگز دیگر مذاهب رو قبول نداریم. ببینید که ابو یوسف چند سال قاضی هارون الرشید بود، محمد ابن حسن شیبانی چند سال قاضی هارون الرشید بود. کتاب‌های اساسی مذهب حنفی رو همش را امام محمد نوشتگی هستند، از کتاب اصل شروع کرده که مبسوطش میگوییم تا سیر الکبیر و سیر الصغیر و تا زیادات و این کتاب‌ها رو همش رو در وقت قاضیگی نوشتگی بودن. نگفته بودن که هارون الرشید حکم و سیاست از آن شما، من عالم هستم و میروم در یک کنج مسجد به مردم موعظه میخوانم. نه، اون همه کتاب‌هایی که ابو یوسف و محمد نوشته بودند تا آخرین خلافت مسلمانی دستور عملی قاضی ها بود که قاضی ها از آن عمل میکردن. البته در آنجا مسئله هایی هست که تجدید نظر شود، بعضی مسئله هایی هست که در آن زمان خوب بود در این زمان نه، وقتی که از نص بیرون است و بر اساس قیاس و استحسان و این چیزها هست. ولی ببینید که اینها نگفته بودن که سیاست کار دیگر است، دین کار دیگر است، ما به این کار نداریم. تمام مسلمان ها، ببینید تمام علمایی که ما آنها را میشناسیم، خواه در مسئله فلسفه باشد، فلسفه اسلامی، خواه اخلاق باشد، خواه حدیث باشد، خواه فقه باشد، میبینید خواه حتی کتاب های تفسیر در داخلش خواه و ناخواه درباره رفت حکم یا روش دولت های مسلمانی یا اینکه باید شرط های آنه که باید پرزیدنت یا رئیس یا گفتیم امیر مسلمان ها شود، چه قاضی باید چی کار کند، چه این چیزها همش وجود دارد. این نص ها رو همش رو کنار میگذاریم و امروز میگوییم کار مولا منبر و مسجد است، کار سیاست مدار تخت و بالای مردم حکم کردن و انا احوال به کجا رسید که حتی پیدا نمیکنه تقریبا یک عالمی که او حتی فقط درباره احادیثی که درباره اماره آمده است یا درباره قضاوت آمده است یا درباره ترسانیدن پیامبر از ظلم کردن برعیه آمده است گفته تواند. نه، برابر این که گفتیم دین و سیاست کار ندارد، تمام آیت و تمام احادیث و حتی تاریخ رو هم دیگر ما خط زدیم که به این هم نگاه نمی کنیم. مولا باید فقط با دوسته همون مسئله های درونی خانگی باشد، دیگر مسئله های بزرگ رو به دست یک چند نفر سپاریده ایم که میبینه که همچون غلام مردم رو به کجا برده استادن، چگونه استفاده کرده استادن. و مسئله دیگر در اینجا، الان که من درباره اسلام چگونه میتواند دین و سیاست یک دولت باشد موضوع بردنی نیستم، صحبت کردنی نیستم، اگرچه من 100% و این عقیده هستم، از اول هم بودم که دین ما دینی هست که 1300 سال در روی زمین حکم کرد و خوب هم حکم کرد، دوامش رو هم کرده میتواند، به این من هیچ شک شبهه‌ای ندارم. ولی به آن موضوع نگذشته، امروز در شرایط حاضره، در شرایط خود حاضره، ایده از برادرای هستن یا ایده از اهل علم هستن، وقتی برادری میپرسد که من میخواهم قاضی باشم در تاجیکستان، سعودیه باشم، یا یکی میگوید من میخواهم گنرال باشم برای مثال، یا یکی میگوید من میخواهم بخوانم در دانشگاه ها معلم باشم، یک و یک باره به او حکم میکنن که این کار درست نیست، این کار درست نیست و این کار گناهکار میشه. ایده میگویند به سیاست کار نشه، بعضیا میگویند تو در آن زون شریک هستی. ولی بعضی ها هستند که آنها قوی هستند، آنها میتوانند که داخل شوند و اصلاح کنند. کم نیستند برادرایی که میگویند، حتی دانشجوهایی که میگویند من فقط با یک دو بار صحبت کردن با استادی که نمازخوان بود اهل نماز شدم. کم نیستند برادرایی که میگویند در زندان به خاطر اینکه یک زندانبان اهل نماز بود یا اینکه یک نفر دیگرش از اهل انصاف بود به من اونقدر ظلم نمیشد. کم نیستند نفران دیگری که میگویند اونی که مسئول دادن شناسنامه یا پاسپورت بود از الله میترسیده است و از مردم پول نمیگرفته است، کار زیادی مردم حل شده ایستاده است.
اینجا مردم نیاز دارن یک چند نفری که اما آنها به خود باور دارن و میتوانند اصلاح کنند، نه اونهایی که داخل میشوند و پس از 1 سال 2 سال عیناً به حرامخوری شروع میکنن، عیناً به ظلم شروع میکنن. اینها نه، نفرانی که آنها میگویند من در نزد ایمان خودم، در نزد وجدان خودم میدانم و خیلی به این چیز باوری هم دارم که یک ذره باشد هم به کسی از مظلومین کمک میکنم. این رو همگان نه از پای این کار نشم، نه حتما از این کار گناه هست یا اون کار چیز دیگری هست. انا همین گونه مویان همه چیز را داده، از کرسی های معلمی شروع کرده تا کرسی های قضاوت تا تخت ها، همه را دادیم به دست ایده که از دین و از خدا ترسی و از آخرت و از روز قیامت و از اینکه امروز فردا دارد، از خودت نکشیده از فرزند و از نبیرگانت میکشی. این همه ظلم ها را به دست آنها دادیم و خودمون دیگر آنگونه هستیم که چه خیل خواهند ما را استفاده میکنند، چه خیل خواهند استفاده میکنند، چه خیل خواهند قرار میبرند. بسیاری از اینجا برادرای هستند یا خواهرانی هستند که به من شخصا خیلی زیاد می نویسند، میگویند که از اینکه شما را دوست می‌داریم این را میگویم که جایی که شما دعوت میکنید جای خوب نیست، جایی است که کمی به سیاست آمیخته است. ولی عزیزان من، دین به سیاست آمیخته است. دین آره، شاید الان که ما نمیتوانیم بگوییم که آینده چی میشود، اما تو اندازه باشد هم مردم بفهمند که دین اسلام دین درون مسجد نیست، دین اسلام دین درون قلب نیست. فقط دین اسلام دینی هست که میتواند دولت را پیش برد، میتواند حکومت بسازد. و اگر تصور کنید در یک مکتب فقط مدیر مکتب آدمی از الله میترسیده باشد، مدیر یک مکتب، یکمین کاری که او میکند او میگوید ناموس من، غیرت من به من اجازه نمیدهد که دخترکان رو در عید نوروز اینجا همش با اطلس پوشانم و برقصانم. بگذار همون روز اگر روز عید دولتی هست بگذار در خانه استراحت کنم. من غیرتم به این چیز اجازه نمیدهد. اگر یک خودی در راهبر صنف فقط از الله بترسد، او میگوید ایمان من اجازه نمیدهد که من از طلبه ها پول جمع کنم برای زادروز خودم، غیرت من اجازه نمیدهد که به دخترک ها بگویم برای برقص در نزد همه شمایان را تماشا بکنم. و این چیز ایمان و غیرت من اجازه نمیدهد. من نیستم، شما هم میتوانید ناوید. یعنی فقط تاثیر یک معلم، اگر اون معلم از خدا بترسد ببینید که چیکار میکند. اینجا بعضی خواهرها هستن میگن ما علاج نداریم، تا حد اصلاح میکنیم، اما رفته ما هم مثل آنها شده ایستادیم، ما رو هم آنها مجبور میکنن. وقتی میدونید که قوت شما نمیرسد یا اینقدر ضعف ایمان دارید یا اینقدر اطراف قوی هست که شما رو به خود میکشن، البته که در اینجا میگم دست بکشید، در گناه شریک نشوید. اما میگوید نه من میتوانم، من به این باوری دارم، به هر راه میتوانم. در اینجا البته که نباید بگیم که نه تو در خانت بنشین، بگذار فرزند تو رو دیگران تربیه کنن، بگذار نبیره های تو رو دیگران تربیه کنن، بگذار در سر کرسی نفر فاسق دیگر بنشیند که چی کار باید بالای مردم کند. اما چیز دیگر اینجا همیشه حدیث هایی که از پیامبر آمده است، تمام آیت هایی که در قرآن کریم است، خیلی انسان به تعجب می افتد. چرا درباره قضاوت پیامبر صحبت نمی شود تقریبا؟ چرا درباره نفرانی که پیامبر همچون سرلشکر فرستادن، همچون قاضی فرستادن، همچون حکم فرستادن تقریبا ما نمیشنویم؟ کتاب هایی که نامش سیاست شرعی است درباره‌اش کسی صحبت نمی کند. ما به جز 2-3 حدیثی که درباره ببخشید باز میگویم زنها آمده است، و جز 2-3 حدیثی که آن رو میگوییم و گریه میکنیم یا قصه میگوییم، از شریعت چیزی نداریم که دیگر سیاست کاملا از بین رفته است. و انحکم بینهم بما انزل الله در یگانجا شنیده نمی شود که اینجا الله به پیامبر چی میگوید. اما برمیگردیم به نزد نفرانی که میگویند نه مسلمان ها شما هرگز این کارو نکنید، یعنی دین رو نبیارید به داخل سیاست، برای اون که دین شما دینی 1400 ساله پیش است، دیگر اون احکامی که در دین شما هست الان علاجی نیست که با اون زندگی کنی. اما احکامی که همه تو امروز میبراری، اون همه قانونهایی که انسان را از حیوان هم دارد پایان‌تر میکند، اینها یعنی
قابل قبول بوده است. احکام شرعی که اگر انسان با عقل و بصیرت از طریق نه احساسی نه از طریق دشمنی با عقل و بصیرت فکر کند پیدا کرده می تواند که تا روز قیامت می شود با احکام شریعت زندگی کرد، باز خوب هم می شود زندگی کرد، کسی به کسی ظلم نمی کند، کسی حق دیگری را نمی خورد و این چنین جنایت دیده نمی شود. و چیزی دیگر، پس از پاش خوردن خلافت های اسلامی و بعد از اینکه دولت های مسلمانی اینقدر ضعیف شدند، میبینیم که مویان دولت های مسلمان امروز در چه حال هستند. اما به یک چیز من زیاد نگاه میکنم، هر کشوری مسلمانی که حد اقل رئیس آن کشور نمازخوان است، دیگر طرف رو گذاریم، حد اقل رئیس آن کشور نمازخوان است، میبینید که به مردمش آنقدر ظلمی که در ما هست نمی کند. اون همه کارهایی که در کشورهایی که پرزیدنتشان یا رئیسشان مسلمان است و بینماز است در اونجا دیده نمی شود. دویم چیز این است که هر کشوری که حد اقل نسبتاً 50%، 30%، 40% قانونهای شریعت را به کانستیتوسیون خود داخل کرده است، میبینید که اون همه ظلمی که نسبت زن یا در تقسیم میراث یا در مسئله های دیگر در کشورهای ما دیده می شود در آنجا دیده نمی شود. مثلا در وقتی نوشتن قانونی مصر، خطا نکنم بعد از سالهای 1940 یا 50 راست میگیرد، سنهوری که قانون مصر را بعد از پاش خوردن دولت اسلامی آن را می نویسد، اکثریت کمک میگیرد از شریعت اسلام، از قانون اسلام و اینچنین از قانونهای علمانی فرانسه و چیز جایهای دیگر. و در آنجا همان گونه که طلاق و نکاح را شریعت برای ما نشان داده است و قانون کرده است، میگوید طلاق و نکاح کاملا مثل شرعی باید باشد. یعنی زنی مطلقه همان گونه که اسلام میفرماید همان حقوق را باید صاحب باشد و این قانون در مصر حدود 100 سال است که وجود دارد و به الله قسم پیدا نمی کنید زنی که پس از طلاق مثل این که در تاجیکستان به کوچه می افتد در مصر دیده باشد. تمام زنها پس از طلاق صاحب خانه و صاحب همه چیز هستند و کسی هم از این که مطلقه هست محتاج برادر و محتاج رسیه رفتن ندارد مثل ما، برای اون که همون گونه که شریعت امر کرده است که تو مهرت رو میدهی و او رو با جای زیست معین میکنی، همون گونه شوهر زن مطلقه‌اش رو کاملا مهیا میسازد. فقط با دوسته اونها کل قانون شریعت رو ندارن، اما نسبتا ظلم نسبت حد اقل عائله و در تقسیم میراث میبینید که زنها مثل برادرشان اگرچه از یک قسم باشد هم میراث میگیرن و دخترک خود در فکرش هست که از مال پدرش برای او سهمی هست، برای او قسمی هست، برای اون که این را هم از شریعت گرفتن. در زیاد از مسئله ها اگرچه دیگر مسئله های حدود و در مسئله های معاملات مالی را گذاشتن، یعنی حتی چند قدم از شریعت در ما باشد هم من نمیگویم کاملا، شاید کمی باشد هم ظلم از بین میرفت. ولی امروز ببینید و من حیران میشم به نفرانی که میگویند من اهل نماز بودم، بعد از اینکه به کار شروع کردم نماز رو هم ترک کردم. من کم کم کتاب میخوندم، کتاب‌های دینی میخوندم، به حج هم مثلا رفته بودم، با بعضی از علما هم می نشستم. بعد از اینکه به یک کار مرا گرفتند و صاحب دیگر مقام و منصب شدم، دیگر کاملا ترک کردم. یعنی چرا این رو کاملا شما ترک میکنید؟ به خاطر جای کارتون. یعنی وقتی تو صاحب جای کار شدی کاملا دیگر از اسلام دور باشی، کاملا از اسلام چیزی نمیدونسته باشی، کاملا باید قانون شریعت رو فراموش کنی. یا از این میترسی که اگر من از اسلام باخبر باشم نمیتوانم اینجا حرام بخورم، نمیتوانم همون گونه که در اطرافیانم زندگی کاملا پر از حرام خوردن و پر از گناه دارن این گونه مثل آنها زندگی کنم. یعنی چی نمیرسد که یک نفر در ما هم خود معلم مکتب باشی، خود چیز دیگر باشی. اسلام فقط با دهان نباشد، فقط در روز جنازه و در روز نکاح نباشد. اسلام در زندگیت باشد. یک کتاب بزنی، ورق بزنی، ببینی که پروردگار چی میگوید، ببینی که حدیث ها چی میگوید، مسلمانی خودت رو درست بینی. که حتی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم هزارها بار در فقه اکبرشان برای شما میتوانم بیارم که دین فقط با من مسلمان هستم گفتن نیست.
دین عقیده است، دین اعتقاد قلبی هست، دین عمل کردن است و این عمل کردن و اعتقادی تو درست نمی شود اگر صاحب علم نباشی، دست به کتاب نزنی و از خود مصدر، از فلانی گفت فلانی برای من فتوا برآورد نبو، از خود مصدر پیدا کنی و از خود مصدر علم بگیری. و چیز دیگر انسان نمیتواند چی بگوید. یعنی بر علاوه انسان‌های دیندار رو می‌بینید، انسان‌های دیندار هستند، از دین باخبر هستند، دوست نزدیکشان یک نفر سیاستمدار است، خدایشان سیاستمدار است، برادرشان سیاستمدار است، تقریبا نمیگویند به او که برادر من، خدای من، دوست عزیز من، تو در همین راه هستی، این کار تو امانت است، زینهار که به امانت خیانت نکنی، برای اون که دنیا دو روزه است، تو در همین کرسی تمام عمر نیستی، مرگ می آید، پس از مرگ حیات ابدی هست، حیات روح هست، بعد از این باز حیات روح و جسم است. با همین 2-3 روزه که ما در این ایستگاه دنیا هستیم مبادا کل آن حیات ابدی خود را خسران نکنید. دین ما این گونه میگوید. یعنی یک مشاوری خوبه برای یک نفری که در کرسی هست که شما جای آن نیستید، اگر شما باشید آنها چقدر میتوانند کمک کنند، آنها شاید یک تایش نه یک تایش به آنها تاثیر کند، از یک تایش نه از یک تای دیگرش آنها کمی باشد هم بیدار شوند، ایمانی آنها کمی باشد هم تکان خورد. اما ما نه، وقتی که کمی برایمان هدیه داد، در روز توی فرزندمان هدیه آورد، یا اینکه ما را زیر بالای دسترخوان خیلی خیلی آرا کردش که نمیدونم با قدر این قدر معده ما چقدر از آن دسترخوان میتوانیم بخوریم، جیغ زد، ما دیگر نصیحت رو هم کنار میگذاریم، میگیم آدمی سیاست دار از خودش میداند سیاستش رو چیکار کند، کاری ما جای دیگر است، کاری ما یعنی حکمی ما فقط بالای 2-3 مرد کاری هست یا 2-3 نفرانی بیکار خوجه هست، ببخشید، یا 2-3 نفرانی است که از دست آنها هیچ چیز نمی آید، در داخل خانهشان هم حکم کردن نمی توانند. اما آنهایی که در دست آنها حکم است، آنهایی که این همه مردم رو که اساس علتش بیدینی هست، اساس علتش از الله نترسیدنی هست، و این روز آورده ایستادن و آنها ما چیزی گفتنی هم نیستیم، گفتنی هم نداریم، برعکس جایش آید آنها به ما فتوا میگویند، جایش آید به آنها به ما یگان دلیل رو از یگان جا میگویند، ما میگیم احسن راست گفتید، این گفتان در حقیقت در شریعت هست. یعنی این رو چی گفته می شود؟ یعنی با این احوال چی کار کرده می شود؟ وقتی که سری ما، بالای ما این دو طایفه وجود دارند و چه خیلی که گفتم جای درد و تأسف و حسرت است که من بازم دیگر تصور کردن نمیتوانم، برادرایی که یا خواهرایی که این همه تاریخ رو یکسو میگذارند و میگویند به سیاست کار نداشته باشیم ما، یا اینکه برادرانی که میگویند اگر ما درباره سیاست الان گپ زدیم حالی ما چی میشه، و در حالی که بیرون از تاجیکستان هستند، کی هاست که پنهان هستند، کی هاست که در دیگر جایها هستند و تمام حتی منبرهای دین رو هم سپردیم به دست کسانی که آنها از دین خبر ندارند و برای مردم از دین وعظ میگویند، از حلال و از حرام وعظ میگویند. و برعکس این ببینید نفرانی که یا جایهایی که حداقل در مکتبشان یک معلم دیندار است، مدیر مکتب یک انسان دیندار است، در بیمارخانه طبیب دیندار است، یا اینکه به یک جای می روید برای یگان حجتی می روید، به جای چیزی دیگری می روید، یا به زندان برای دیدار بینی می روید، یک انسان دیندار در آنجا هست که آن انسان می گوید من هم انسان هستم مثل شما، من برادر مسلمان شما هستم، من در حق او ظلم نمی بینم. و ببینید چه خیلی که گفتم کشورهایی که بر اساس اخلاق آن انسان، بر اساس اینکه این انسان تا چه اندازه دیندار هست او را به کار میگیرند. فقط گذاریم جمعیه های خیریه را در چند کشورهای مسلمانی که من بودم، مدیر جمعیه های خیریه نفران دیندار و تقوادار و صاحب علم هستند. جمعیه هایی که خیر میکنن یعنی مسئول تقسیم کردن یاردم نفران دیندار و با علم و با تقوای هستند که آنها حتی حق کودک خود را نمیخورند.
حق مال یتیم در یک جا ایستد، حق فرزند خود را خورده نمیتوانند که میگویند فرزندم امانت است، این مال امانت فرزندم هست، من این را باید برای فرزندانم پس انداز کنم. و اینقدر اون جمعیه های خیریه با برکت هست، اینقدر از اون جمعیه های خیریه مردم کمک میگیرند، حتی مردم داخل آن کشور نه، مردم های خارج از آن کشور. فقط برای مثال میتوانیم از ترکیه مثال گیریم. مثلا ایهوها دارن در ترکیه که بعضا بنده را به حیث ترجمان دعوت میکنن. میبینید که در 50 تا 60 کشورهای روی عالم خیریه دارن و در هر یک شهر مدیر آن جمعیه یک نفر تقوادار خدا ترس است که از مال یتیم مثل آتش جهنم میترسد که 91 تین از یتیم به گلوی من نگذرد. برعکس این اگر به دولت خودمون نگاه کنیم، من در یوتیوب نگاه میکنم یک نفری که خود را احترام نمی کند و حتی ببخشید من رو انسان هم نمیتوانم یک انسان عادی هم بشمارم، اون نفر مسئول جمعیه خیریه می شده است. پس کمک هایی که مردی کارها میکنن به کی می رود؟ یا یک نفر دیگر که امروز با یک سراینده می رقصد، فردا با یک انسانی روحانی صحبت می کند، فردا می بینید که دامن کرام می گیرد، فردایش دست کرام می گیرد و او می گویند تو مسئول خیریه هستی و او رو مسئول تقسیم کننده مالهای خیر میکنند. آخر این انسانی که دین ندارد امانت ندارد. انسانی که دین ندارد در ما مسلمان ها او امانت ندارد. او را ما نمیتوانیم امانت دار قرار دهیم، نمیتوانیم بگوییم که تو مسئول هستی که این امانت ها رو برسانید. امروز تا این درجه مردم ما، یعنی تا این اندازه ما تمیز و فرق کردن، تفاوت بین یک انسان صالح و یک انسان دیگر رو نداریم که برای خود که ها رو مسئول میگیریم. و چیزی دیگر عجیب است که زمانی شد که هر یک نفری که ریش دارد، هر یک نفری که سطر دارد، او علکی میتواند فتوا بدهد، او علکی عالم است، او علکی از همه چیز صحبت میکند. انا این قرآن میخوانده است، ما شنیدیم، کلا به او باور داریم. انا این سطر دارد و درباره چیزی دیگر صحبت میکند، به این باور کردیم. اما فقط سطر که رمز امانت داری نیست، فقط ریش که رمز امانت داری نیست. باید زندگی او را بدید، باید امانت او را بسنجید، باید کاملا از گذشته او، از حیات حاضره او و البته که از کمک های او که شخصا از کمک شخصی او مردم که فایده گرفته است، از این باخبر شد، بعد بها داد. و اینچون از نفران امانت دار که بگوین انا این انسان اهل امانت است. برای همین اینجا مسئله این شد که حتی یک طرف گذاریم حکم کردن از بالای کرسی را، فقط با یک دو سه جمعیتی کوچک حکم کردن رو هم مایون میدهیم دست یک نفرانی که از دین بیخبر هستند. ولی آنها چیکار میکنن؟ میبینید امروز چند نفر رو فریب کردن، فردا چند نفر دیگر رو فریب میکنن. اما نفران دیندار ما کجا هستند؟ نفرانی که خود میدونن که صاحب امانت هستند. ببینید حضرت یوسف میگن مرا خزینه دار کن. پیامبر بود، به شأن پیامبر نمیزبید که به ملک یا پادشاه بگوید که مرا به همین کار بمان. اما چون میدونست که خزینه داری امانتی هست که او میتواند از عهده‌اش برآید، میگوید مرا خزینه دار کن، من امانت دار هستم، من خیانت به مال مردم نمی کنم. و برادرانی که میدونن اهل امانت هستند و خود حتی نفس به نفس خود شهادت میدن که از مال یتیم و بیوزن میترسن، و جای اینکه در کنج بنشینیم و دیگر تمام پست ها رو به گفته ایران یا به دیگران بدهیم، باید فکر کنیم که نباید میدان را به دست فاسقان گذاشت، نباید میدان را و مسئولیت ها را به دست نفران بیدین داد تا این همه حقوق، این همه حق ها پایمال شود. این بود عزیزان برنامه امروزه من همراه شما. اگر موضوعهای مهمی هست که میخواید درباره‌اش صحبت کنیم، حتما بنویسید. ان شاء الله یک به یک همراهتان در میان میگذارم. در پناه الله یگانه باشید. پروردگار برای ما نفرانی امین و از خودش میترسیده را نصیب کند تا که نه آنها حق ما را خورند نه ما حق آنها را ضایع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.